نورمن به پیرمرد لبخندی زد و گفت این هم کلید شما. $10 لطف کنید برای هر دوتاتون. همسر پیرمرد کیفش را باز کرد و گفت هومر، من توی کیفم پول دارم. او اسکناس را روی پیشخوان گذاشت. سپس نگاهی به نورمن انداخت. چشمهایش را تنگ کرد و گفت چیزی شده؟ حالتون خوب نیست؟ من فکر کنم فقط یکم خستم. خوب میشم. الان میخوام تعطیل کنم. به این زودی؟ من فکر میکردم موتلات تمام شبانه روز باز هستن، به خصوص شبهای یکشنبه. ما خیلی مشتری نداریم. تازه ساعت نزدیک 10. نزدیک 10. تقریباً 4 ساعت گذشته بود. وای خدایا. که اینطور؟ باشه، شب بخیر. شب بخیر. آنها داشتند موتل را ترک می‌کردند و او می‌توانست از پشت پیشخوان بیرون بیاید. چراغ تابلو را خاموش کند و دفتر را ببندد. اما قبل از آن می‌خواست چیزی را بنوشد. یک نوشیدنی بزرگ، چون به آن احتیاج داشت. اصلاً مهم نبود که چیزی بنوشد یا نه. حالا دیگر هیچ چیز مهم نبود. همه چیز تمام شده بود. تمام شده بود یا داشت تازه شروع می شد. همین الان هم چند لیوان نوشیدنی خورده بود. حدود ساعت 6 به محض اینکه به موتل برگشت 1 لیوان نوشیده بود. و از آن موقع تا کنون هر ساعت 1 بار این کار را تکرار کرده بود. اگر این کار را نمی کرد نمی توانست طاقت بیاورد. وقتی می دانست در خانه زیر فرش سالن چه چیزی افتاده است. نمی توانست اینجا بایستد بدون آنکه چیزی را جابجا کند. آن را همانجا گذاشته بود. فقط لبه های فرش را بالا آورده و آن را پوشانده بود. مقدار زیادی خون ریخته بود. اما زمین را خیس نمی کرد. به علاوه در روز روشن کار دیگری از دستش بر نمی آمد. البته الان باید به خانه برمیگشت. به مادر دستور اکید داده بود به چیزی دست نزند و میدانست اطاعت خواهد کرد. عجیب بود که بعد از آن حادثه چطور دوباره به هم ریخته بود. به نظر می رسید با هر مسئله کوچکی عصبی می شود. روانشناسان به آن چه می گفتند؟ فاز شیدایی؟ اما حالا کار از کار گذشته بود و نورمن مجبور بود خودش کنترل اوضاع را به دست بگیرد. او به مادر گفت به اتاقش برگردد و پشت پنجره آفتابی نشود. فقط روی تخت دراز بکشد تا او برگردد. در را هم قفل کرده بود، اما اکنون باید آن را باز می‌کرد. نورمن در دفتر را بست و بیرون رفت. اتومبیل آربوگاس درست همان جایی که آن را پارک کرده بود قرار داشت. کاش میشد سوار آن شود و به جای دوری برود. از اینجا دور شود و دیگر هرگز برنگردد. کاش میشد از موتل، مادر و چیزی که لای فرش سالن پیچیده شده بود دور شود. برای لحظه‌ای این وسوسه به جانش افتاد. اما فقط برای 1 لحظه. بعد این فکر را از سرش بیرون کرد و شانه‌ای بالا انداخت. میدانست این کار فایده‌ای ندارد. هرگز نمیتوانست آنقدر دور شود که در امان باشد. در ضمن چیزی که لای فرش بود انتظارش را میکشید. منتظر او بود. او نگاهی به بزرگراه انداخت و بعد به اتاقهای شماره 1 و 3 نگاه کرد تا ببیند پرده های آنها کشیده شده است یا نه. سپس به سمت اتومبیل آربوگاس رفت و کلیدهایی را که در جیب آربوگاس پیدا کرده بود بیرون آورد. سوار اتومبیل شد و خیلی آهسته به سمت خانه حرکت کرد. تمام چراغ‌ها خاموش بود. مادر در اتاقش خوابیده بود یا شاید فقط وانمود می‌کرد که خوابیده است. نورمن اهمیتی نداد. همین که موقع انجام کار جلوی دست و پای او نبود کفایت می‌کرد. وقتی مادر نزدیکش بود احساس می‌کرد یک پسر بچه کوچک است. او کار مردانه‌ای داشت که باید انجام می‌داد. یک کار مردانه. فقط یک مرد بالغ می‌توانست فرش را جمع کند و آنچه لای آن بود را از زمین بردارد.
آن را از پله‌ها بالا ببرد و روی صندلی عقب اتومبیل بگذارد. همانطور که فکر می‌کرد متوجه شد هیچ خونی روی زمین نریخته است. این فرش‌های نمدی قدیمی خاصیت جذب بالایی داشتند. وقتی از مزرعه گذشت و به باتلاق رسید، در امتداد مسیر رانندگی کرد تا به یک محوطه بدون درخت رسید. نمی‌خواست اتومبیل را در همان جای قبلی غرق کند، اما این جای جدید هم مناسب بود و او از همان روش قبلی استفاده کرد. این کار خیلی ساده بود، چون با تمرین هر کاری را می‌توان به بهترین نحو انجام داد. این کار اصلاً خوشایند نبود. حتی زمانی که روی یک کنده درخت نشست و منتظر بود تا اتومبیل فرو برود، این بار بدتر از دفعه قبلی بود. فکر می‌کرد این اتومبیل سنگین‌تر است و باید سریع‌تر فرو برود. اما انگار به اندازه چند سال طول کشید تا اینکه بالاخره صدای تالاپی به گوش رسید و کار تمام شد. حالا دیگر اتومبیل برای همیشه ناپدید شده بود. درست مثل آن دختر و $40,000. راستی پولها کجا بود؟ مطمئناً داخل کیف یا چمدانش نبود. شاید آن را داخل ساک دستی یا جایی داخل ماشین گذاشته بود. او باید همه جا را می‌گشت، اما حتی اگر می‌دانست که پولی در کار است، شرایط برای جستجو مهیا نبود. تازه اگر پول را پیدا می‌کرد، معلوم نبود چه اتفاقی می‌افتاد. به احتمال زیاد وقتی سر و کله کاراگاه پیدا می‌شد، خودش را لو می‌داد. وقتی آدم عذاب وجدان داشته باشد، طوری رفتار می‌کند که لو برود. باید از این بابت خدا را شکر می‌کرد که هیچ دخالتی در این مسئله نداشت. او خوب می‌دانست که شریک جرم بودن یعنی چه، اما از طرفی باید از مادر حمایت می‌کرد. این به معنای محافظت از خودش هم بود، اما در حقیقت بیشتر به فکر مادرش بود. نورمن آهسته به سمت خانه راه افتاد. فردا صبح باید با اتومبیل خودش و پشتبند آن می‌آمد و دوباره همان کارها را تکرار می‌کرد. اما این به اندازه موضوع دیگری که باید به آن رسیدگی می‌کرد اهمیت نداشت. دوباره باید حواسش را جمع می‌کرد و مراقب مادر می‌بود. او همه چیز را در نظر گرفته بود و باید با واقعیت‌ها روبرو می‌شد. ممکن بود کسی به اینجا بیاید و درباره آن کاراگاه تحقیق کند. این مسئله کاملاً بدیهی بود. آن شرکت یا کسانی که این کاراگاه را استخدام کرده بودند، دست روی دست نمی‌گذاشتند که او بیخبر ناپدید شود. احتمالاً تمام هفته با او در ارتباط بودند و از او خبر داشتند. مطمئناً شرکت املاک و مستغلات نیز در این قضیه دخالت می‌کرد، چون هیچ کس نمی‌توانست نسبت به $40,000 پول بی‌تفاوت باشد. دیر یا زود برای پرسجو نزد او می‌آمدند. شاید چند روز و حتی یک هفته طول می‌کشید. درست همانطور که در مورد آن دختر اتفاق افتاده بود. اما او می‌دانست چه اتفاقی قرار است بیفتد و این بار باید خودش را آماده می‌کرد. او به همه چیز فکر کرده بود. مهم نبود چه کسی به سراغ او می‌آمد. داستان کاملاً واضح بود. آن را حفظ کرده و با خودش تکرار کرده بود. این بار مثل دفعه قبل حرفی از دهانش در نمی‌رفت. هیچ کس نمی‌توانست او را عصبی یا گیج کند. او از همین الان برنامه‌ریزی کرده بود که چه بگوید و چه رفتاری داشته باشد. بله، آن دختر به موتل آمده بود و او این را میپذیرفت و اعتراف میکرد. اما وقتی اینجا بود هیچ چیز مشکوکی وجود نداشت تا اینکه یک هفته بعد آقای آربوگاس از راه رسید. آن دختر شب را در موتل گذراند و صبح هم رفت. آنها هیچ حرفی با هم نزدند و البته در خانه هم با یکدیگر شام نخوردند. او فقط به آنها میگفت که همه چیز را به آقای آربوگاس گفته و تنها بخش ماجرا که به نظر میرسید برای او جالب بوده باشد
این بود که دخترک پرسید آیا از اینجا تا شیکاگو چقدر راه است و آیا او میتواند این فاصله را یک روزه طی کند یا نه؟ این مسئله مورد توجه آقای آربوگاس قرار گرفته بود. بعد هم از او تشکر کرد، سوار اتومبیلش شد و از آنجا رفت. مقصدش کجا بود؟ او نمی‌دانست آربوگاس کجا رفته است. او چیزی در این باره نگفته بود. فقط سوار اتومبیل شده و رفته بود. چه ساعتی؟ روز شنبه، مدت کوتاهی پس از غروب آفتاب. حقیقت به همین سادگی بود. بدون اشاره به جزئیات یا حرفهای اضافه که سوءظن دیگران را برانگیزد. یک دختر فراری از این راه آمده و رفته بود. یک هفته بعد کاراگاهی رد او را گرفته و به اینجا آمده بود. چند سوال پرسیده و اطلاعاتی را که می‌خواسته به دست آورده و بعد هم رفته بود. ببخشید قربان، من بیشتر از این چیزی نمیدونم. نورمن میدانست این بار میتواند راحت و آرام همین حرفها را بگوید. چون لازم نبود نگران مادرش باشد. قرار نبود او از پنجره بیرون را نگاه کند. در واقع قرار نبود اصلاً در خانه باشد. حتی اگر آنها با حکم بازرسی رسمی هم می آمدند، نمی توانستند مادر را پیدا کنند. این بهترین راه حمایت از او بود. حمایت از او، حتی بیش از حمایت از خودش. او تصمیمش را گرفته بود و می دانست آن را عملی خواهد کرد. اصلاً دلیلی نداشت که تا فردا صبح صبر کند. با اینکه کار را تمام کرده بود، هنوز حس اعتماد به نفس در وجودش باقی بود. این بار مثل دفعه پیش نبود که به شدت احساس ناراحتی می‌کرد و می‌خواست بداند مادر کجاست. اکنون می‌خواست مادر نباشد و برای اولین بار حس می‌کرد شهامت کافی را پیدا کرده که این حرف را به او بگوید. برای همین در تاریکی از پله‌ها بالا رفت و مستقیم وارد اتاق مادر شد. چراغ را روشن کرد. مادر در رخت خوابش بود، اما خواب نبود. او اصلاً نخوابیده بود، بلکه فقط خودش را به خواب زده بود. نورمن، معلومه کجایی؟ خیلی نگران شده بودم. مادر، خیلی خوب میدونی کجا بودم. تظاهر نکن. همه چی رو به راهه؟ البته. مادر، ازت میخوام حدود 1 هفته یا بیشتر از این اتاق بری بیرون. برای چی؟ گفتم که ازت خواهش میکنم 1 هفته یا بیشتر اینجا نمونی. عقل تو دست دادی؟ اینجا اتاق منه. میدونم. من که نگفتم برای همیشه از اینجا بری. فقط یک مدت کوتاه. وای، ولی برای چی؟ مادر، خواهش میکنم به حرفم گوش بده و سعی کن بفهمی. امروز یکی اومده بود اینجا. حالا واجبه که حرف اون رو پیش بکشی؟ بله، لازمه. دیر یا زود یکی میاد دنبالش و سراغش رو میگیره. من بهش میگم اومد و رفت. البته تو باید همینو بگی پسرم. همه چی تموم میشه. شاید. یعنی امیدوارم. اما نمیتونم خطر کنم. ممکنه بخوان خونه رو بگردن. بذار بگردن. اون که اینجا نیست. تو هم نباید باشی. نورمن نفس عمیقی کشید و با عجله ادامه داد. این رو جدی میگم مادر. این کار برای محافظت از خودته. نمیتونم اجازه بدم کسی تو رو ببینه. مثل اون کارگاه که امروز اومده بود. نمیخوام کسی ازت سوال بپرسه. خودت هم خوب میدونی دلیلش چیه. این کار غیر ممکنه. پس به نفع هر دومونه که تو این اطراف نباشی. میخوای چیکار کنی؟ من رو توی این باتلاق دفن کنی؟ مادر شروع به خندیدن کرد. خنده‌اش بیشتر شبیه قهقهه بود و نورمن میدانست وقتی این کار را میکند دیگر نمیتوان اون را متوقف کرد. تنها راه ساکت کردنش این بود که فریاد بزند. تا 1 هفته پیش نورمن جرأت چنین کاری را نداشت. اما 1 هفته پیش نبود و همه چیز فرق کرده بود. او باید با حقیقت روبرو میشد. مادر خیلی بیمار بود. او به طرز خطرناکی روانپریش بود. او باید مادر را کنترل میکرد و این کار را کرد. او فریاد زد خفه شو و صدای قهقهه مادر قطع شد. نورمن با لحنی آرام ادامه داد. معذرت میخوام ولی باید به حرفم گوش کنی. من فکر همه چی رو کردم. میخوام تو رو ببرم توی انبار. انبار؟ نه، من نمیتونم. میتونی. باید این کارو بکنی.
من حواسم بهت هست. اونجا چراغ داره. میتونم یه تخم برات بذارم. من نمیرم. مادر، این یه درخواست نیست، دستوره. تو باید توی انبار بمونی تا وقتی که آبها از آسیاب میفته. اوضاع امن بود دوباره میبرمت بالا. اون پتوی قدیمی را آویزون میکنم جلوی در تا اون را بپوشونه. حتی اگه کسی به خودش زحمت بده و بیاد اون پایین متوجه چیزی نمیشه. این تنها راهیه که میتونم مطمئن باشم جات امنه. نورمن، اصلا دلم نمیخواد با تو بحث کنم. من از این اتاق تکون نمیخورم. پس مجبورم خودم ببرمت. نورمن، تو جرأتشو نداری. اما نورمن جرأتش را داشت. او همین کار را کرد. او را از روی تخت برداشت و با خودش برد. او در مقایسه با آربوگاس مثل یک پر سبک بود و به جای بوی سیگار بوی عطر میداد. آنقدر از کار نورمن حیرت کرده بود که توان مقابله نداشت. فقط کمی قرولند کرد. نورمن از اینکه فهمیده بود چقدر آسان است تصمیمی بگیرد و قاطعانه به آن عمل کند احساس شگفتی میکرد. او فقط یک پیرزن بیمار و ضعیف بود و نباید از او میترسید. این بار او از نورمن ترسیده بود. بله، حتما همینطور بود. چون نه یک بار بلکه در تمام مدت که او را پایین می‌برد نورمن را پسرم خطاب کرده بود. او به مادر گفت تخت برات درست میکنم، یه لگنم هست. نورمن، آیا لازمه که اینطوری حرف بزنی؟ برای لحظه‌ای مانند گذشته از کوره در رفت. اما خیلی زود خشمش فرو نشست. نورمن این طرف و آن طرف می رفت و تلاش می کرد همه چیز را رو به راه کند. او چند پتو آورده و پرده جلوی دریچه را مرتب کرد تا هوا آزادانه عبور کند. مادر دوباره قرولند می کرد و زیر لب می گفت اینجا مثل زندونه. تو می خوای منو زندونی کنی. نورمن، دیگه منو دوست نداری. اگه دوستم داشتی اینطوری با هم رفتار نمی کردی. اگه دوستت نداشتم میدونی الان کجا بودی؟ او نمیخواست این حرف را بزند اما مجبور بود. اگه دوستت نداشتم الان توی تیمارستان بودی. نورمن چراغ را خاموش کرد و با خودش فکر میکرد آیا مادر حرف او را شنیده یا نه؟ یا اگه شنیده تحت تاثیر قرار گرفته یا نه؟ ظاهراً او حرفش را فهمیده بود. چون همین که نورمن در را بست جواب داد. صدای او در تاریکی به نحو عجیبی آرام بود. اما کلماتش به قلب نورمن نفوذ کرد و عمیق‌تر از تیغی که گلوی آربوگاس را بریده بود مانند خنجر بر قلبش فرو آمد. آره، گمون کنم حق با تو باشه. احتمالاً الان باید اونجا باشم. اما من تنها اونجا میمیرم. نورمن در را بست. آن را قفل کرد و دور شد. با اینکه کاملا مطمئن نبود، همانطور که از پله‌های زیر زمین بالا میرفت، احساس کرد صدای خنده‌های آرام مادر هنوز از آنجا به گوش میرسد.